تا حالا فکر کردین چه چیزهای پنهانی روی انتخابهای روزمرمون، مخصوصاً سلامتیمون تأثیر میذارن؟ از موسیقی که گوش میدیم تا فکرهایی که تو سرمون میچرخه. امروز میخوایم ببینیم چطور میتونیم خودمون رهبر این ارکستر پنهان باشیم و کنترل سلامتیمون رو به دست بگیریم. خب بذارید یه سوال خیلی مستقیم ازتون بپرسم. کی واقعاً تصمیم میگیره شما چی بخورید؟ فکر میکنید 100% خودتون هستید یا شاید نیروهای دیگه‌ای هم در کار باشن که ازشون بیخبرید؟ ببینید، ما دوست داریم فکر کنیم که تمام تصمیماتمون کاملاً آگاهانه است. اما واقعیت اینه که محیط اطراف و حتی حال و هوای ذهنی ما مثل یه رهبر ارکستر نامرئی عمل میکنن و ریتم زندگی ما رو بدون اینکه حتی متوجه بشیم هدایت میکنن. بیایید یه لحظه خودتون رو توی این موقعیت تصور کنید. فرض کنید قراره یه عمل جراحی داشته باشید و خب طبیعیه که کمی مضطرب باشید. دکترتون میاد و 2 راه حل برای آروم شدنتون جلوی پاتون میذاره. گزینه اول یه داروی آرامبخش ملایمه. گزینه دوم خیلی ساده، یه هدفون که موزیک آرومی ازش پخش میشه. به نظرتون کدوم یکی واقعاً میتونه اضطراب شما رو بیشتر کم کنه؟ جواب شاید اون چیزی نباشه که فکر میکنید. و جواب خب شاید باورتون نشه. یه تحقیق خیلی معتبر نشون داده گروهی که به موسیقی گوش دادن اضطرابشون خیلی بیشتر از گروهی که داروی آرامبخش مصرف کردن کاهش پیدا کرده. این یعنی قدرت باور نکردنی موسیقی، اونم بدون هیچ عارضه جانبی. ولی صبر کنید، تأثیر موسیقی فقط به آروم کردن ما ختم نمیشه. داستان وقتی جالبتر میشه که میبینیم این نوت‌ها چطور مستقیم وارد بشقاب غذای ما میشن. موسیقی فقط روی ذهن ما اثر نمیذاره، بلکه مستقیم روی بدن ما هم تأثیر داره و میتونه ریتم کارهای فیزیکی ما مثل غذا خوردن رو کاملا تغییر بده. یه تحقیق خیلی جالب تو ایتالیا اومد این موضوع رو بررسی کرد. محققا برای مشتریای رستوران موسیقی با ریتم‌های مختلف پخش کردن. نتیجه فوق‌العاده بود. با موسیقی تند مردم هیجان زده‌تر بودن و خیلی سریع‌تر غذا می‌خوردن. اما وقتی موسیقی آروم و آهسته پخش شد، همه چیز تغییر کرد. مردم آرومتر غذا می‌خوردن، هر لقمه رو بیشتر می‌جویدن و در کل زمان بیشتری رو سر میز می‌گذروندن. و نکته طلایی دقیقاً همینجاست. وقتی آرومتر غذا می‌خورید به مغزتون فرصت میدید که سیگنال سیری رو به موقع دریافت و ثبت کنه. این یعنی موسیقی که تو پس زمینه داره پخش میشه میتونه ناخودآگاه باعث بشه شما کمتر یا بیشتر غذا بخورید. به همین سادگی. خب، حالا که میدونیم چطور ناخودآگاه تحت تاثیر قرار میگیریم، چطوری که خودمون کنترل اوضاع رو به دست بگیریم؟ اینجاست که خوردن ذهن آگاه وارد صحنه میشه. خوردن ذهن آگاه یا مایندفول ایتینگ یه تکنیک فوق‌العاده قدرتمنده. خیلی ساده است. یعنی با تمام وجود موقع غذا خوردن حضور داشته باشید. یعنی تمام حواستون به غذا، به طعم‌ها، بوها و از همه مهمتر به سیگنال‌های فیزیکی باشه که بدنتون براتون میفرسته. و انجام دادنش هم خیلی ساده است. اول از همه هر چیزی که حواستون رو پرت میکنه مثل تلویزیون و موبایل کنار بذارید. بعد واقعاً به غذاتون نگاه کنید، بوش کنید، بافتش رو حس کنید. هر لقمه رو با دقت و کامل بجویید. و مهمترین قدم، به بدنتون گوش بدید. یاد بگیرید کی واقعاً گرسنه هستید و کی سیر شدید. بسیار خوب. حالا که یاد گرفتیم چطور با آگاهی غذا بخوریم، بریم سراغ یه چالش دیگه، انبوه رژیم‌های غذایی که این روزا مد شدن. بیایم 2 از معروف‌ترین ها، یعنی رژیم کتو و مدیترانه‌ای رو با هم مقایسه کنیم. از یه طرف رژیم مدیترانه‌ای رو داریم که پر از میوه، سبزیجات، غلات کامل و روغن زیتونه. از طرف دیگه رژیم کتوژنیک یا همون کتو هست که کربوهیدرات رو تقریباً حذف میکنه و تمرکزش روی چربی زیاده. هر دو رژیم میتونن تریگلیسیرید خون رو پایین بیارن که خیلی هم خوبه. اما یه تفاوت خیلی خیلی مهم و حتی نگران کننده بین این دو وجود داره. و این نکته رو باید جدی گرفت. رژیم کتو میتونه به شکل قابل توجهی سطح کلسترول بد یا همون LDL رو بالا ببره. این همون کلسترولیه که توی رگ‌ها رسوب میکنه و در دراز مدت ریسک بیماری‌های قلبی رو به شدت افزایش میده. خب پس اگه قرار نیست کورکورانه از یه رژیم سخت پیروی کنیم، راه حل چیه؟ راه حل اینه که یاد بگیریم چطور یه بشقاب غذای سالم و متعادل برای خودمون درست کنیم.
این نقشه یه واقعیت تلخ رو نشون میده. بیماری‌های قلبی یکی از بزرگترین دلایل مرگ و میر در سراسر دنیاست و بخش بزرگی از این مشکل مستقیما به چیزی که توی بشقاب غذامون میذاریم برمیگرده. این یعنی انتخاب‌های ما واقعاً اهمیت دارن. خب، یه بشقاب سالم با چی شروع میشه؟ با پروتئین‌های با کیفیت. پروتئین هم به عضله‌سازی کمک میکنه و هم باعث میشه برای مدت طولانی‌تری احساس سیری کنید. ماهی‌های چرب مثل سالمون، تخم مرغ و حبوبات مثل عدس و لوبیا گزینه‌های عالی هستند. اگه اهل گوشت قرمز هستید، حتما سراغ انواع فراوری نشده‌اش برید و تعادل رو رعایت کنید. بعد از پروتئین، نوبت فیبره. فیبر برای سلامت گوارش و کنترل قند خون فوق‌العاده مهمه. پس بشقابتون رو با غلات کامل مثل برنج قهوه‌ای، انواع میوه و سبزیجات و آجیل و دانه‌ها پر کنید. و در نهایت چربی‌های سالم. بله، درست شنیدید. از چربی‌های سالم نباید ترسید. چربی‌های مفیدی که توی آووکادو، روغن زیتون، آجیل و ماهی‌های چرب پیدا میشن برای سلامت قلب و مغز ما ضروری‌اند و به جذب ویتامین‌ها هم کمک می‌کنن. خب، حالا وقتشه تمام این قطعات پازل رو کنار هم بچینیم و ببینیم چطور میتونیم واقعاً رهبر ارکستر سلامتی خودمون باشیم. این جمله خیلی قشنگه. میگه هنر مثل موسیقی میتونه به ما کمک کنه تا دوباره با اون حس شگفتی و زیبایی درونی و بیرونی ارتباط برقرار کنیم. این دقیقاً همون کاریه که آگاهی در مورد سلامتیمون انجام میده. سلامتی شما مثل یه ارکستر بزرگه. موسیقی محیط، افکار شما و غذایی که میخورید همشون نوازنده‌های این ارکستر هستن. وقتی اینها رو درک کنید و آگاهانه انتخاب کنید، اون وقته که شما تبدیل به رهبر این ارکستر میشید و سمفونی سلامتی خودتون رو میسازید. پس سوال آخر من از شما اینه: امروز، فقط امروز، چه انتخاب کوچک اما آگاهانه‌ای برای سلامتی خودتون می‌کنید؟ شاید فقط چند دقیقه بدون حواس پرتی غذا بخورید یا شاید موقع ناهار به موسیقی آروم گوش بدید. انتخاب با شماست. شما رهبر ارکستر هستید.